یافتنی کوسینوسی فرق دو تا کنج الفا مینوسی بتا. برای این چیزی کار میکنیم بچه‌ها. اهم راه آسانش دوره واحدی میگیریم. دوره چیه؟ واحدی. دوره واحدی ما بگذار همواری کوردیناتی باشه. همواری کوردیناتی هم تیری ابسیس تیری اوردیناتا x y. همین دوره واحدی چه دوره بود؟ دوره کی؟ رادیوس اون به چند برابر است؟ یعنی که این دوره واحدی گرفتیم؟ معقول می؟ رادیوسش یک برابر. بگذار همین دوره واحدی مونده یک تا کنج انتخاب کنیم. کنج. ابتدای دوره، مرکز دوره و ابتدای کوردینات او اشاره کنیم. این نقطه بگذار نقطه A گوییم. معقول می بچه‌ها؟ انا این کنج چه میشه؟ الفا. کنج بگذار الفا باشه. فهمو اکو گپی منو گوش کنید بچه‌ها. بهتون اول انا این کوردینات های نقطه A میابیم. نقطه A کوردینات هاش چند باشه؟ برای این چیکار میکنیم؟ هر یک نقطه کوردیناتش x ش افتام چون میکنیم؟ پرپندیکولار تیری او x با پرپندیکولار تیری چه میفرونیم؟ او y با ابسیس اوردینات. انا کو این x ش افتام با انا این x ما درست می؟ x ما چیزی به برابر میشه. او x یا مگر کنج الفا او x تقسیمی او a رادیوس ما هم برابر سینوس کوسینوس میبخشید چیزه الفا. چوبا نسبتی کاتتی با کنج چسبیده با هیپوتنوز چنکه اینجا او x یا مگر او a ضرب کوسینوس الفا. او اما چند برابر رادیوس ما دوره واحدی گرفتیم کو این رادیوس ده هم خیلی می او هم رادیوس میشه. بنابراین این یک برابر یک ضرب کوسینوس الفا سنتیات کوسینوس الفا. значит x ما برابر چه بود است؟ همین نقطه A اول کوردیناتش نویسیم x ش ننویسیم کو x ش چیه؟ کوسینوس الفا. عیناً همین طرف سینوسش y ش میابیم. برای y یافتن چون کنیم y ما الان همینجا معقول می الان این y کش y این نقطه اوردینات نقطه A میخوام می اوردینات یافتم و الان اینجا ده نسبت او y با او A سینوس کنج الفا میاد درست می من نسبت کاتتی با کن مقابل دهیم با هیپوتنوز عیناً همین خیلی او y یابیم مگر برابری او a ضرب میشه سینوس الفا و این سینوس الفا خودش برابر میشه. چون که او ام چند برابر؟ یک دوره واحدی. ها کوردیناتش کوسینوس الفا و سینوس الفا بوده است. فهمیدین؟ یک دیگه اگه کنج میگیریم کنج بتا الفا خردتر باشه بگذار. یعنی بگذار کنج بتا باشه. کنج چیه؟ بتا بچه‌ها. بگذار این نقطه B که اشاره کنیم عیناً همین خیلی کوردینات های نقطه B ما چه میشه بچه‌ها؟ سینوس بتا. عیناً همین خیلی. انا این قاعده که من اینش بچه‌ها گوش کنید. اینش x b ما اینش چه میشه؟ y b ما. همین قاعده که با معین کردیم. معقول می؟ دوامش انا کو ما یافتن لازم کوسینوسی انجا فرق بین الفا مینوس بتا همین کنج الفا درست می اینش کنج بتا الفا بتا یک تا پرتای مگر کدام کنج میشه انا اینجا الفا مینوس بتا میشه نه انا می الفا مینوس بتا یا کوسینوسش یافتن وظیفه امروزی ما. اما برای این چون کنیم آسان از فرم بگذار او ای و او ب دو وکتور گوییم کنجی الفا مینوس بتا کنجی بین دو تا وکتور میشه درست می همین چیز یافتن ما دکار. برای این چون کنیم فرمول ضرب اسکلری وکتورها استفاده می‌کنیم. فرمول ضرب اسکلری وکتور ما وکتور او ا ضرب وکتور او ب برابر میشه
قیمت مطلقی وکتوری او ا درازیش ضربی قیمت مطلقی وکتوری او ب کوسینوس کنج بینی آنها کوسینوس کنج بینی او و او ب این چیزه آلفا مینوس بتا کوسینوس آلفا مینوس بتا از اینجا کوسینوس آلفا مینوس بتا یاد نگیر بچه‌ها کوسینوس آلفا مینوس بتا ما به چی برابر میشه وکتوری او ضرب وکتوری او ب تقسیم قیمت مطلقی مودولی وکتوری او ضرب مودولی وکتوری او ب معقول می از طرف دیگر دو وکتور را با واسطه کوردینات هاش ضرب کنیم اگر فرمولش خیلی بود مثلا وکتوری او ضرب او ب باشه اگر با واسطه کوردینات هاش x ا دویم یک میشه x ب جمعی y هم خیلی اكو x اتون چند بچه ها؟ x بما y اما پس انا این او ا ضرب او ب ما میتونیم این خیلی کرد نویسیم او ا وکتوری ضرب او ب برابر سینوس کوسینوس آلفا کوسینوس بتا معقول می آور جاش میگذاریم کوسینوس آلفا مینوس بتا ما الان که افتگی حساب میشیم بچه‌ها کوسینوس آلفا کوسینوس بتا جمع سینوس آلفا سینوس بتا تقسیم او ا چند درازی او ا چند منه رادیوس داره ویدی کو رادیوس چند برابر او اما یک برابر درازی او ب ما هم چند برابر یک ضرب یک برابر چند میشه کوسینوس آلفا ضرب کوسینوس بتا این یکم فرموله این نقطه ویرگول بگیم کوسینوس آلفا ترکیب بتا این یکم فرموله امروزی ما ولی همون فرموله های وایسالنگی و با یک دیگه فرموله سه شد علاوه شد تعریفش گوش کنید کوسینوسی فرقی بین دو کنج به حاصل ضربی کوسینوسی این کنج ها و سومه این پلوس حاصل ضربی سینوس این کنج ها چه است؟ برابر است این یک فرموله بود بچه ها اگه دویم پیش خودم ما به این مقصد برسیدیم این بچه ها این چیز حل شد دویم مقصدی ما این خیلی کوسینوسی آلفا پینوسی بتا یک چیزی برابر میشه باشد اینا یافتم برای این چون کنیم از این فرموله حاضر رکک اثبات کردگی ما استفاده داریم گپی من راز گوش کنیم کوسینوسی آلفا پینوسی بتا یا ما به این شکل بنویسیم کوسینوسی آلفا مینوسی بتا فهموان کوسینوسی آلفا مینوسی بتا با پینوسی بتا میاد جاش رو برده میگذاریم سه میشه کوسینوسی آلفا ضرب کوسینوسی سه بتا نه مینوسی بتا پینوسی سینوسی آلفا سینوسی مینوسی بتا اگه شما میدانید که بچه ها کوسینوسی مینوسی آلفا همه وقت سه برابر کوسینوسی آلفا خودش بگشت برابر پس این سه میشه کوسینوسی آلفا ضرب کوسینوسی بتا الان یک دقیقه سینوسی مینوسی آلفا ما سه برابر میشه مینوسی آلفا بر پس انه مینوس سینوسی آلفا پیروس که علامتش ضرب شده چه میشه منفی میشه مینوس سینوسی آلفا ضرب سینوسی سه این فرموله دوم رو ببینید بچه‌ها فرموله دوم دیدید چه آسان شد با واسه یک فرموله